علیکم برادری عزیزم عبدالسلام جان، ما فرزندای پدر ما همه زنده و حیات هستیم. ما خواهش داریم از شما که و پیش فرزندای پدر و خواهر و برادرات بر بگردیم. ما همچون فرزند کلانی پدری تو حلیمه خان می باشم. انا خواهش و التماس میکنیم که ما را سراغ کنی و به سراغ فرزندای پدرت بیایی. ای پدر و مادرت ای سوزشی تو آنها گذشتن ای دنیا. اینا که برادرات خواهرات همه زنده حیات هستن. تو باید بخیزی بیایی. التماس میکنیم کجایی که باشی سراغ کرده ما رو بخیزی بیایی. مادر عزیز چند سال شد که فرزند پدرش مونده؟ برادر من در سال 92 پیش ای جنگا و خوندنی در همین بین ویدیو 39 سکند وقت رو میگیرم یا رکلامو میکنم. شرکتی بابای لنگری کدام نفرایی که گرانیت گذاشتنین مسکو پد مسکو بعد دیل پر داینی می نمره میتونن زنگ زنین. ماشینا رو دیدستین؟ ماشینا فولن همشون کامفورت نی تازه آزاده بعد دیل پر. کدام نفرایی که مسکو پد مسکو گرانیت گذاشتنین داینی می رقمو زنگ میزنین. انشاءالله که اینو خیلی با تختی پشت زدگی خوب رفته میرین گرانیت و او صبح خوب رفته میخزین میبین. اگر حجتاتون یگان مشکلی داشته باشه پیشکی همه اکره گپ زنید. رسیه خیس رفت برای خوندن رفت. انا همه رفتگیش که جنگ و جنجال های تاجیکستان سر شد و گمان کرد که پدر و مادر و همه خیش تواری من نابود شدگن و دیگه با تاجیکستان بر نگرد. ما التماس میکنیم ای برادرمون که عبدالسلام همه ما زنده حیات هستیم و تاجیکستان بر بگرده و پیش فرزندای پدر همه ما انتظاری وی هستیم. کدام سال رفته اگر مادر؟ سال 92 سال 92 خیسته با خوندن پیش ای جنگا برای خوندن روسیه با اونجا رفت. یگان بار سراغ رفتین شما روسیه؟ پیش بخیر چی میکرد؟ گاو میزد پول روی میکرد. بعد دیگه نه خیلی سراغ کرده دیگه نه پول روی کرده دیگه هم خیلی خب خاموشی. خیلی همه که بچه ها میبیننش میگن هست همه کار میکنن. بچه هایی که طرفی اینمی وحدت از اربابدره بود اونها آمدن رفتن پدرانشون خبر گرفتن. اونها ساق سلامت آمدن و با گشت نرفتن گفتن که همه هست عبدالسلام قطیمو کار میکنن. پیروف عبدالسلام. پیروف عبدالسلام. سالی تولدش از 1971. سال تولدش سال 1972. یک التماس میکنیم که فرزندای پدرش سراغ کرده بخیزه بیاید. خواهش و التماس میکنیم. مادرش به سراغش مادرم خطیب عقی کلونی شمسلا خیلی رفتن سراغش کردن. نه که زنی وی گو که در خونه نیسته با چی کار رفته اجازتی نشان دادن نشد. اجازتی در اومدن نداد. یک ماه گشت خیست مادرم خیست خالی بود اومد. مادری عزیز در تاجیکستان زن و فرزند نداشتن؟ نه وی وقتی زنگیری همون بود وی التماس کرد اوجه که برادرم اکرام رو زن تینو من بعد میرم. انشالله یک خداوند که یافتن شد بخیزه بیاید پیش فرزندای پدر. های التماس که همه خانتان کو سیانکا کنه که برای که بشناسه و بیاید. ای خانه ها خلق خانه ها رو همش نو کردگیان و ایمون خانه های پدریم یک بالا خانه موندگی همون را سیانکا میکنن. عبدالسلام جان اگر بشناسی بخیر بیا. شما در آیده چند فرزندین؟ ما 10 فرزند بودیم 4 تا 6 تا دختر بودیم 4 تا نامهای آنها خیلی نامبر کی باید بدونه در میستان؟ خیلی فرزندی کلانی ما حبیبه بود من خودم حلیمه شمسیلا نه اکرام الدین عبدالله خواهرانم سونیا جون از اونو گذشت. خیلی این دستگل خاصیت آرزوگل ما هممون زنده حیاتیم. التماس میکنیم که
خواهیش میکنیم که عبدالسلام جون سراخ کرده بخیر ما را بیا. ما همه که خواهیش داریم همه کجایی که باشه بخیر با سراغ ما بیا، برای که پدر و مادرم در حق تو سوخت دور شی. پدر و مادرتون گذاشتن همه در غمی عبدالسلام گذاشتن و امید بدن که عبدالسلام ایدر میدرویه. تا حال شما انتظارم کی هست برمیگرده. خداوند خدای انصاف بتیه و عبدالسلام بیای ایدر بدرویه. همه ای فرزنداری پدر ما میکنیم همه قیدن برادراش خواهراش همه هستن بخیزه بیایم. ما آیله گنده نیستیم، آیله خوبیم، بخیزه بیایم. باید از سراغ فرزند بیاریم. سراغ ما به شب تا روز ما باید سراغ میکنیم. ما مادرم که میگو که عبدالسلام اکرام‌الدین که عبدالسلام بکو بیا، مادرم که ای دنیا گذاشت آدم ما در گردی اکرام موندگیم که اکرام جان چکار میکنی گپی مادر ما در زمینمانو عبدالسلام جان بکو بیا. حالا برادرتان در شهر روسیه دارن؟ با اکرام جان در روسیه خدا اون صدرات کنه پروردگار ما را همچون پدر ما را نگه میکنه. ما ایوان می نداریم. ما یا خواهش داریم که خداوند بیا شما بیاید اویلتون خیلی سیم کنه، خوناتون خیلی سیم کنه که امشال یا بالاخانه موندگه عبدالسلام جان بالاخانه پدری ما بشناسی می درآمدی می گشتی همون بالاخانه را به یاد بیار، دروازه پدر تحت بخیر بیا با سراغ ما بیا. من زن و کودک داری فرزند داری بیا یک سراغ من کنم ببین مانا با بخیر برم. توکلت به خدا، خدای تعالی هر جایی که باشه سلامت باشی.